خیلی ساده و خیلی عامیانه. قدم یک، اومدیم خودمون رو معرفی کردیم به گروه، به اصول، گفتیم مواد مخدر و بیماری اعتیاد ما رو زمینمون زده. گفتن خب این قدم یکه، چیکار میکنی؟ گفتیم خب گفته جلسه برو راهنما بگیر، حرف گوش کن، ما داریم انجام میدیم. باریکلا، تموم شد. این قدم یک. در مقابل چی؟ عاجزی، مواد مخدر. دیگه چی؟ مواد مخدر. دیگه چی؟ مواد مخدر. نه، تو قدم یک تو خوب کار نکردی. دیگه چی؟ اعتیاد. اصلا عامل بدبختی من اعتیاده. مواد مخدر یکی از شاخه‌هاشه. آها، آره. من دیگه در مقابل اعتیاد هم، یعنی شخصیت معتادگونه خودم هم عاجزم. کله من اختیار خودشون نداره، دستم اختیار خودشون نداره، کلامم اختیار خودشون نداره، اختیار پول جیبمو ندارم، اختیار مدیریت زندگیمو ندارم، اختیار زن، بچه. خوب که نگاه میکنیم اینو اختیار هیچ کدوم اینا رو ندارم. پس این بیماری وابستگی و اعتیاده. تموم شد. من در مقابل مواد مخدر و بیماری اعتیاد عاجزم. این قدم یک تو. خب چیکار کنم؟ عاملش چیه؟ چرا من اینجوری شدم؟ به خاطر اینکه عقلت سالم نیست. عقل داری ها، عقلت سالم نیست. من باید چیکار کنم؟ این عقل تو یه سره بود، یه سره قناری، یه سره بلبلی بود. از اون زمان 14 15 16 سالگی یا 17 18 سالگی، چه میدونم، هر کدوم رفتی همنشینای بد انتخاب کردی، به جای اینکه تو رو وادار کنن به تحصیل، تو رو وادار کنن به ورزش، تو رو وادار کنن به اخلاقیات انسانی، چی کسب کردی توی اون رفقای دور و بر خودت؟ عرقخوری و سیگار کشیدن و دود و دم و دستمال یزدی و پایپ و چاقو و دزدی و خانمبازی و اوه رفت. این عقله که خداوند مثل نوار خام به تو داده بود، برداشت چی روش پر کردی؟ یه سری افکار منفی، انتقام، کینه، رنجش، نفرت، نمیدونم، برو ای دوست، برو ای دختر پالان محبت بردوش، من دیگر سیرم سیر، به خدا سیرم از این عشق دو پهلوی تو پس، توف بر آن دامن پستی که تو را پرورده است. هی منفی ها، به این فوش بده، به اون فوش بده، رنجش هم پدر، رنجش هم مادر و این عقل من تحت تاثیر این چیزای قرار گرفت، فاسد شده. آقا فاسد شده. نمیگه عقل نداری ها، عقل داری ولی عقل به در نخور، عقل داری ولی در جهت منفی. من باید چیکار کنم؟ همین جوری که این عقل تو داده شد در دست یک محیط آلوده، امروز باید این عقل رو در محیط سالم قرارش بدی، به مرور زمان چهچه انسانیت رو یاد بگیره. یه سوال از شما دارم، کسایی که قدم دوشون رو کار نکردن الان رفیقاشون همه خانمباز و قماربازن. کسایی که قدم دوشون رو کار نکردن الان محیطی رو که دارن در اون لذت میبرن و تفریح میکنن، همون محیط زمان مصرفشون رو بجز مواد مخدر که توش نیست. یعنی محیط های تربیت ذهن خودشون هنوز عوض نکردن، ولی ماشاءالله به اندازه 3 اتوبوس رهجو دنبالشون، آقا جون و دارین قدم دو هم انتقال میدیم. این آدم ها هیچ وقت نه خودشون موفقن نه کسانی که دارن پشت سر خودشون میکشن. بابا تعصب نه، تعصب چیه عزیز من نه کاری با دین دارم، نه مذهب دارم، نه تعصب دارم بهت میگم این یک روش درمان علمی و اجتماعیه. عقلتو در هر محیطی قرار بدی همون خواهی شد. دلیل چیه؟ حمیده فلان این حرفو میزنی، عقل در هر محیطی. دلیلم اینه. اصول تو چی میگه؟ کسانی که میخوان از مواد مخدر پاک بمونن و پاکیشون رو حفظ کنن، زمین بازی، اسباب بازی، هم بازیشون باید عوض محیط عقلت دیگه. قدم دو میام اقرار میکنم آقا درست میگی، همنشین، محیط، همه اینا، ولی من نمیتونم. تموم شد. میگن خب حاضری افسار خود را به دست نیروی برتر بسپاری؟ اینجوری زبونی بگم بهتر نیست؟ من واقعا یقم یا افسارمو اگر دست یک نیروی برتری بدم که منو به مراتع سرسبز برسونه، خیلی به سودم. میگه حاضر قدم 3 بسپاری خودتو. نیروی برتر من کی میخواد باشه؟ آقایونی که هنوز نمیدونید راهنما کیه،
آقایونی که هنوز نمیدونید نیروی برتر یعنی این که من دارم بهت میگم، نیروی برتر یا خداوند یعنی آیین‌نامه و الگوی برداشت رفتاری برای خودت. یعنی از روی اون بخونی خودت انجام بدی. خدا داناست، تو هم باید دانا بشی. خدا تواناست، تو هم باید توانا بشی. خدا حسود نیست، تو هم باید حسادت تو کنار بذاری. الگو برداری که میکنی ناخودآگاه یک سری توانایی ها در تو زنده میشه، اینو بهش میگن رو.